عمران جان سلام. خودم مکمل برای گریدام معرفی گو. سلام بر شما. من عمران هستم، متعلم صنف پنجم ب در لیسه عالی خانگی. بسیار خوب. عمران جان، امروز ما شاهدی بودیم که شما دانش آموزی برتر هفته انتخاب شدین. اولا برات تبریک باشه، برای خودت، برای مادر جان و پدر جانت. بعد چطور خودت دانش آموزی برتر هفته انتخاب کرد بین این همه دانش آموز؟ خب من کار خاصی نکرده بودم، فقط درسای خود به وقتش انجام دادم. درسای امروز به فردا نگذاشتم. وظایف خانگی خود انجام میدادم و در صنف منظم میشیشتم و دیگه انضباط خیلی خوبی دارم. امینا باعث شد که مرا شاگرد برتر هفته انتخاب کنن و من ازشون تشکر میکنم. بسیار خوب. گفتی که مثلا درس امروز و فردا نندازیم. خب چرا؟ مثلا اگر پرتشی میشه؟ چون هر روز درس خود دارم. مثلا امروز درس خود میکنم به فردا نمیگذارم، چون درس فردا درس خود داره. اگر درس امروز به فردا بگذاریم به پس فردا دیگه فردا، با درس بسیار زیاد میشه و از لحاظ روانی ذهنی انسان هم وقتی که با کوله باری از درس توجه کنه ببینه این همه درس، بعد ناخودآگاه تمایل به درس خوندن پیدا نمیکنه. میگه درس چقدر زیاده. اگر درس مثلا امروز انجام بدیم، مثل که میگه یک گوچه رقم میخوریم، میگه لقمه نمیتونیم یک گوه مکمل ببلعیم، پس خوردش بکنیم بخوریم میشه. و درس همون رقم که اگر ما درس را به قسمت های کوچک تقسیم کنیم، هر روز مثل که هر روز درس میخونیم، انشالله که به تمام درس ها رسیدگی میشه و وظایف تمامش انجام داده میشه. هم قسمت میشه. موافقه دیگه؟ بسیار خوب. آیا تو فکر کرده بودی که مثلا تو دانش آموز برتر هفته میشی؟ نه خیر. خب در مکتب خیلی نفر است، اونا فکر نمیکنم که در بین اینقدر شاگرد من دانش آموز برتر هفته شد. چون فکر نمیکردی؟ خب چون در مکتب بقدر شاگرد زیاد است. دانش آموزای خوبی دیگه ما هستن، قطعا این است. ما این شکست نفسی و اینکه دیگران را هم خوبتر و برتر از خود میبینی، ما این ویژگی خودش توصیف میکنم، تمجید میکنم. بله که دانش آموز خیلی زیادی وجود داره، دانش آموز خیلی خوبی وجود داره. اکثر دانش آموز خیلی خوب هستن و بعضیشون کمتر تلاش میکنن. یا تو بیشتر تلاش کردی، خیلی خوب. حالا دیگه شدی دیگه دانش آموز تو کوشش میکنی دیگه هم دانش آموز برطرف شوی؟ بله. چرا نه؟ تو برای که مثلا دانش آموز برتر هفته شوی درس میخونی که نه میخوای که یاد بگیری چیزهایی رو؟ نه خیر، من میخوایم هر چیز بدونم و پیش دیگه در دنیا سوال خلق نباشه. بله، خیلی خوب. آیا وقتی که تو تقدیرنامه دانش آموزی برتر هفته رو گرفتی، اما تحصیل نامه‌ش حالا بگم، چه حس داشتی؟ حس خوبی بود دیگه. آرزو میکنم همگی تجربه کنم. حس خیلی خوشایند است. بله. مثلا تو بین این همه آدم میری، تقریبا 400 نفر از دوره لیسه و دوره لاین شما، بعد همه باید کف میزنن، مدیرم تقدیر میکنه، از خوبیات میکنه. آیا این لذتش بیشتر است یا اون لذتی که تو مثلا مقطعی است، کوتاه است، درس میمونی میری گیم میزنی، بازی گوشی میکنی، چی این در لذتش است یا اینکه مثلا تو افتخار کسب میکنی؟ قطعاً که لذت افتخار بیشتر است از اون لذت های کوتاه و مقطعی. مثل گیم زدن، بازی گوش کردن، هم تو لم دادن، کوچه گشتی، چیزا. حالا ما طرفدار این نیستیم که مثلا کلا باید اونم درس بخوان، تفریح هم داشته باشه، همه چیز به چی؟ به ترتیب، به نظم، به اندازه. بسیار خوب. چی پیام داری بر دیگرها، برای کسایی که مثلا کمتر بازی گوشی میکنن، کمتر درس میخونن؟ خب پیام خاص ندارم، فقط پیام این است که باید درس امروز انجام بدن، درس امروز به فردا نگذارن و اگر میتونن درسای فردایشون هم آمادگی بیارن، بسیار برشون خوب باشه. خیلی خوب. موفق باشیم عمران جان.